در دایره استقبال جشن 35مین سالگرد استقلال دولتی در ناحیه بلجوان ولایت ختلان بیش از 250 انشاءات تعیناتشان گوناگون به نقشه گرفته شده. تا این مدت 170 عدد آن مورد بهره برداری قرار گرفته است. به اطلاع مسئولین شعبه ساختمان اساسی ناحیه سلیم احمدزاده، همه انشاءات ساخته شونده به بخش و ساحه‌های مختلف خواجگی خلق ناحیه روانه گردیده موافق به نقشه بنیاد گردیده ایستادند. اکثریت بناها و انشاءات در دیگر جماعت ها نیز در دهات های دوردست هم نیز به نقشه گرفته شده. این زمان کارهای ساختمانیشان با مرام ادامه دارد. برای ساختمان های بیمارخانه ها، بنگاه های طبی در دهه های دوردست و از جمله مکتب ها و گیمنازیا ها به نقشه گرفته شده است. این ناحیه بلندکوه باد و هوای مناسب و فضای سیاحی داشته. اکثر انشاءات‌های جشنی که به مناسبت جشن 35مین سالگرد استقلال دولتی ساخته می‌شوند، حتما انفراساختار سیاحی با طرح ملی به این نوبت گرفته می‌شود. ناحیه بلجوان ناحیه سیاحی بوده، بسیارتر انشاءات ساخته می‌شود که جلب توجه سیاحان باشد. از جمله در جماعت دهات سرخسار یک قطار انشاءاتی که برای توریسم ساخته شدند در نظر داشته شده است که تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به استفاده داده شود. در نهایت شهرک ناحیه بلجوان سیمای ادانه را به خود کسب نموده. به استقبال جشن تاریخی میلاد همه انشاءات‌های ضروری با طرح نو و صفت بلند به استفاده داده می‌شوند. بنیامین شریفزاده، سلیمان سعیدزاده برای برنامه اطلاعاتی خبر از ناحیه بلجوان.